سرخط مهمترین خبرها: سفیر ترکیه گفت سوخت هواپیما در دوشنبه گرانترین در جهان است. ورود شهروندان تاجیکستان به روسیه کم شده است. و نظر مردم: چرا صدمه‌های نقلیاتی در تاجیکستان کم نمی شود؟ سلام بینندگان عزیز، تازه ترین خبرهای تاجیکستان و جهان را از استودیوی دوشنبگی رادیوی آزادی تقدیمتان میکنیم. امروز 20 آگوست سال 2025 است. سفیر ترکیه در تاجیکستان گفته است که برای پایان بردن نرخ پرواز به شهر دوشنبه باید سوخت هواپیما در پایتخت تاجیکستان ارزانتر شود. امود اجر روز 19 آگوست در صفحه فیسبوکش نوشت در دوشنبه در حال حاضر گرانترین سوزشواره در جهان فروخته می شود که به نرخ چپته های هواپیما تاثیر می کند. سفیر ترکیه اعلام کرده است که از ماه آگوست شرکت ترکیش ایرلاینز پروازهای خود را میان شهرهای استانبول و دوشنبه به 5 عدد در یک هفته زیاد کرد. امود اجر بدون آوردن آمار دقیق تنها نوشته است مقامات تاجیکستان در نرخ خدمترسانی فرودگاه پایتخت تخفیف‌های دادند که ارزش بلیط را کمی پایان برد، ولی به نوشته امود اجر برای باز هم پایان بردن نرخ بلیط هواپیما کاهش نرخ سوزشواره در فرودگاه دوشنبه ضرور است. شکایت‌ها از گران بودن سوزشواره در فرودگاه دوشنبه سالهای گذشته نیز بارها صدا داده بود. از جمله نمایندگان شرکت دولتی تاجیک ایر چند سال قبل گفته بودند تقریباً 40% خراجات آنها برای سوزشواره صرف می شود. مقامات تاجیکستان دلیل آوردند که سوزشواره وارداتی است و برای همین نرخش گران می باشد. فعلا عمیق نیست که نرخ سوزشواره برای هواپیماها در فرودگاه دوشنبه چقدر است. 5 سال پیش یک تانه سوخت هواپیما در تاجیکستان بیشتر از $1600 آمریکایی بود. در بعضی کشورهای همسایه تاجیکستان نرخ سوخت هواپیما به مراتب کمتر است. با گزارش رسانه‌های محلی واردات سوخت هواپیماها به تاجیکستان در اختیار شرکت تأمینات سوزشواری است. مالکان این شرکت معلوم نیستند. دادگاه در شهر دوشنبه میرزا مراد علیف ساکن جماعت یزدگلام ناحیه ونج را به 12 سال زندان محکوم کرده است. مسئولان دادگاه حکم را شرح ندادند. منابع آگاه به رادیو آزادی روز 19 آگوست گفتند او به تندگرایی و پیروی از گروه انصارالله گناهکار دانسته شد. موقع خودش و نزدیکانش معلوم نیست. فعالیت سازمان انصارالله که باور می رود اکثر طرفدارانش در حدود افغانستان قرار دارند در تاجیکستان ممنوع و تروریستی است. یک منبع آگاه از قضیه روز 19 آگوست به رادیوی آزادی گفت حکم میرزا مراد علیف در اول ماه آگوست امسال صادر شده است. همصحبت ما افزود او وکیل مدافع نداشت و با جرمی که چند ساکن دیگر دهه جماعت یزدگلام عیبدار شده بودند محکوم گردید. با نقل مصاحبه ما میرزا مراد علیف سال پیش پس از بازداشت گروه از ساکنان جماعت یزدگلام از مسکو به بلاروس و از آنجا به لهستان و آلمان رفته در شهر دورتموند میزیست. مقامات آلمان او را روز 4 ایون امسال با دلیل آنکه تحت پیگرد قرار دارد از این کشور بیرون کردند و در دوشنبه بازداشت شد. در یک سال اخیر ده‌ها زاده جماعت یزدگلام دستگیر و زندانی کرده شدند. دادگاه ناحیه اسماعیلی سامانی شهر دوشنبه ماه ایول امسال عابد قوتبکوف برادرزاده مولوی عبدالله بک روحانی معروف در یزدگلام را 5 سال از آزادی محروم کردند. از آن پیش در ماه مارس دادگاه عالی تاجیکستان 31 نفر را از جماعت یزدگلام ناحیه ونج از 2 تا 23 سال زندانی نمود. یزدگلام جماعت در ناحیه ونج ولایت مختار کوهستان بدخشان است که در سرحد با جمهوری افغانستان جایگیر است. در پی زیاد شدن ریدها علیه مهاجران ورود شهروندان تاجیکستان به روسیه امسال کم شده است. نشریه روسیه کامرسان با تکیه به آمار خدمات مرزبانی روسیه نوشت در نیمه اول سال روان 825,000 نفر از تاجیکستان وارد روسیه شدند که در قیاس به همین دوره سال گذشته 153,000 نفر کمتر است. بر اساس معلومات کامرسان ورود ازبکستانی ها نیز به روسیه امسال به طور نظررس کم شده است. بعد از حمله به تالار کراکوس در ماه مارس سال 2024 مقامات روسیه ورود مهاجران از آسیا مرکزی از جمله تاجیکستانی ها را مشکل کردند. در یک سال اخیر صدها مهاجر از تاجیکستان شکایت کردند که آنها را بدون سبب انیق از فرودگاه برمیگردانند و گفته مهاجران ریدهای زیاد پلیس و قانونهای سختگیرانه نیز سبب دلسردی آنها از روسیه شده است. در نیم سال اخیر در روسیه زیاد از 3 قانون نو قبول شد که محدودیت‌های زیادی را برای مهاجران کاری پیش بینی نمودند. پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین برای واخوری با همتای اوکراینش ولادیمیر زلنسکی راضی شده است. در این باره دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در صحبت با تلویزیون فاکس نیوز خبر داد.
آژانس فرانس پرس هم با تکیه به دو منبع آگاه نوشته است که ولادیمیر پوتین در صحبت اخیر تلفنیش با دونالد ترامپ پیشنهاد کرده است که واخوری با پرزیدنت اوکراین در شهر مسکو پایتخت روسیه برگزار شود، ولی به گزارش این خبرگزاری ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین پیشنهاد واخوری را در مسکو رد کرده است. دونالد ترامپ در صحبت با فاکس نیوز بار دیگر به غیر امکان بودن پذیرفتن اوکراین به سازمان ناتو و بازگردانی نیمجزیره اشغالی کریم تاکید کرد. ترامپ گفت که بعد سازش اوکراین زمین‌های زیاد را می‌گیرد. اشاره او ظاهراً به سرزمین‌های اوکراین است که از سوی روسیه اشغال شدند. در دایره طرح کفالت امنیتی به اوکراین بعضی کشورهای اروپا از جمله فرانسه، آلمان و بریتانیای کبیر می‌خواهند نیروهای خود را در اوکراین مستقر کنند. دونالد ترامپ گفت که تا وقتی او پرزیدنت آمریکا است، واشنگتن نیروهای خود را به اوکراین نمی‌فرستد. مسکو قبلا به هر گونه مستقر کردن نیروهای خارجی در اوکراین مخالفت کرده بود. در نیم سال در تاجیکستان بر اثر 635 تصادف 279 کس جان باخته، 224 کس مجروح گشتند. وزارت کارهای داخلی رانندگان را عیبدار کرد که قاعده‌های سبقت را رعایت نمی‌کنند، به سمت مقابل می‌برند، با سرعت بلند و گاهی مست ماشین می‌رانند. چرا در تاجیکستان چند سال باز تصادف یا صدمه‌های نقلیاتی افزوده است و با وجود تنقید و تاکیدها کم نمی‌شود؟ عیب مقامات است، رانندگان و یا راهگذران؟ همکارم امیر یوسف همین سوال‌ها را از ساکنان در دوشنبه پرسید. در نیمه سال جاری صدمه‌های نقلیاتی بسیار رخ داد. چندین کس هم مجروح شد، جان از دست داد. با فکر شما گناهکار بیشتر کی هستند؟ مقامات، پیاده‌گردها یا اینکه خود راننده‌ها؟ وزارت نقلیات، چون که راه‌ها یکمش که با جوابگوی طلبات این قدر ماشین ندارند. یکم. با دوم که راننده‌ها هم حاضر صفت رانندگیشون قدر خوب نیست و خواندگی هست نیست، خیلی پروات داره نداره و گرفته ماشین های قدر رفته ایستاده است. مقامات همه کارها اجرا میکنند، کوشش میکنند که راه‌ها گشوده باشند، راه‌ها از نو ساخته شوند، اما پیاده‌گردان نگاه نمیکنند که ماشین میگذرد، رانندگان نگاه نمیکنند که پیاده‌گرد میگذرد. همین قضیه اینش هم خطا میاد و هم خطا میاد، بعد صدمه‌ها زیادتر میشن. صدمه‌هایی که از طرف رانندگان میشه، بسیارش آدمای یوش هستن، بسیارش خریدگی هستن پرورا. خیر راننده به فکر ما برای که بسیارش امی چرا راه دا خشروهای نمیکنه ماشینه. خواستن ویران کردن قاعده‌های حرکت راه از طرف بسیارتر رانندگان. آیا جهت حساب کنی سویتافور سرخ آدمو سویتافور نگاه نکرده گذشتن میگیرن، حساب یا میشه. راننده البته برای که یکمش دیستانسیا ندارن، دیستانسیا نمیگیرن. دیمش دما راننده و دا فرق نداره، سویتافور سرخ هم میگذارن، پروتیف دیویژنی را میرن، انا دواینای سپلاشنای پالاسار هم تو میتن، همه ایدمو راننده خدمت گناهگاره. بسیارتر به فکر ما و پیاده‌گردان برای که بسیار سویتافور نگاه نمیکنه، بسیارش به تگ زمین نمیگذارن. به فکر ما همیه سببش همیه. جای معین داره که همین راهگردا بسیار راه کتی میدوند، نپرمیر نه صد برگ دام خالی جو این کمه. نه این بهانه نمیشه، ما خودمون باید دیستانس داشته باشیم راننده. در اکثریت حالات به فکرم راننده های تاکسی های الکترومبیلی خودمان در شهر که به نهایت بزرگ میرونن راننده هاشون، به فکرم آنها گناهکار هستند. پیاده‌گردو که واقعی اهمیت نمیده. پیاده‌گردو راننده یگون وای نیست. پیاده‌گرد نمی‌یاکی واقعی پیش خود نیست که گذشته رفته است. فرقی نیست. شافیورای ما را از 70% شپرس правила дорожной движения را نمیدونن چیه. خوندگی هست نه فراموش کردگیان باید برای ما پرزدچه باشه. یگان خطیه به 5-6 سال در یک بار شتابی همون را فراموش نکنی با خوبتر میشه و اگر هم خیل شود. بینندگان عزیز، شما در این باره چی نظر دارید؟ لطفاً در زیر برنامه شرحتان را نویسید.
بخش یک روز تاریخ است که مهمترین تحولات تاریخی در روز 20 آگوست را فرا می‌گیرد. 20 августи соли 2010 дар тоҷикистон сафари ҳаҷ барои то 18 ва бузургтар аз 80 солаҳо манъ шуд. агар аз сӯи чунин маҳдудиятро ба зиёд будани шумори хосторони зиёрати хонаи худо дар тоҷикистони аксар сокинонаш мусалмоннишин рабт бидиҳанд, аз назари мунаққидон ин қарор идомаи маҳдуд шудани фаъолиятҳои динии бахусус ҷавонони наврасон мебошад. 20 августи соли 2013 дар Русия медиа ҳолдинги Таҷинфо соҳиби радиои интернетӣ шуд. радиои интернетии муҳоҷир барои тоҷикистониҳои муқими Русия ва дигар кишварҳо барномаҳо таҳия карда, онҳоро дар ҷараёни охирин хабарҳои марбут ба шароити кору зиндагии муҳоҷирон мегузорад. 20 августи соли 2016 дар Олимпиадаи тобистонаи Рио де Жанейро гурзандози тоҷик Дилшод Назаров барандаи нишони тилло гардид. ӯ аввалин олимпичии тоҷик буд, ки баландтарин нишони сабқати байналмилалиро ба Тоҷикистон овард ва бо истиқболи гарми ҳамватанонаш рӯбарӯ шуд. дар муддати 25 соли ширкат дар бозиҳои олимпӣ мунтахаби Тоҷикистон ҳамагӣ 4 медал ба даст овардааст. صبح امروز در بانک تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسیه به 114-115 سامانی برابر است. 100 دلار آمریکایی باشد تا 930 سامانی ارزش دارد. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای 20 آگوست چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، این آخرین بخش در برنامه نوید بود. لطفاً نظر و پیشنهادهای خود را به ما فرستید و اگر خبری دارید نویسید. تا فردا، خدا نگهدارتان.